شب قبلش فهمیدم که پدر شوهرم میخواد بیاد خونمون، اونم برای اولین بار بعد 5 سال. از اونجایی که فقط چلو گوش دوست دارن تصمیم گرفتم همین یه مدل غذا رو درست کنم که با این روش من اگر درست کنین همه عاشقش میشن. توی کپشن دقیق براتون مینویسم. روزی که مهمون دارم اینقدر استرسشو دارم که ساعت 6 صبح قدامو بار میذارم و بعدش میزمو میچینم. از اونجایی که قند نمیخورن گفتم براشون خرما و حبه خرما بذارم. ماشاءالله اینقدر دیر میان که من به همه کارام میرسم. هنوز کلی وقت اضافه میارم دیگه. اینجا میدم و چیدم و با خیال راحت یه خورده استراحتم کردم. یه چای زعفرون و پرهیلم براشون گذاشتم جاتون خالی. پدر شوهرم که عاشق این چایی بود. بعدم چای تعارف کنم هول شدم، دستم خورد و بشقاب افتاد. کیک دارچین و سیبم مزه بهشت میداد. پیج این ظرفامو می‌خواستین به زودی براتون میذارم. ساعت 9:30 غذامو کشیدم، آماده شده بود. به به عجب عطر و طعمی. حتما با این رسیپی من این چلو گوشت رو درست کنین، مطمئن